خداوندا چرا دل آفریدی، چرا دل را تو عاشق آفریدی، چرا دل را دیوالیه. وای 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 وای. ایلا بله خوبیو بله. وای 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 وای. نه با خدا ما به تو نگفتم. گلگی گپا کی میتونه درست خود رفیق بگو کی؟ کی گفتن پیار که جی هفته شادی والیه همه تو بشنیدم من. تو نگفتم. به تو نگفتم مردی منم گریه کردی. گلیو اون پا کجا خبر شدی؟ چی؟ از کجا خبر شدی؟ از یک جایی کی گفت؟ بگفتم. خب بگو که من بفهمم به جوشی نخورم گردنم من بشو بگفتم. من همون در گریه کردم که چی بگم. همون در گریه کردم که چی بگم. آه گلا آه تو هم گریه میکنی؟ کشته خلاص گلا قناق با بند سفدن سوپیسی تو سفدکی گنیگ یا تافته سر دیوالیه. پیار خود تو هفته سردی والیه کله گندی تو نگاه کن تو بخدا نیه ای گلا عقل کمالی وی کارا نمیکشه هر کی بود همی گپا بزده ای پلیتی کرده به گوش رو که زناله میگه راست میگه به خدا خدا رحم میکنه پیار من شفا پیدا کن. ایراک تافته سر دیوالیه. وای 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 وای. یا تافته سر دیواله. بگو بیا. بله چی گفتی من نفهمیدم؟ من میگم پیار تافته سر دیوالیه. فکر به چش شو. فکر به چی شو؟ بشتی فکر به چی شو میگه؟ فکر به چی شو؟ شما رو نمیگم برو. با کی میگی با؟ من میگم پیار تافته سر دیوالیه. یعنی مثلا به فکر آینده خود. خب این کار با تو چی رفته داره؟ من به شما نمیگم. با به کی میگی؟ من یعنی همیته میگم. خب چرا بگی میته؟ هر کس به خود چهره بگه همیته گپیه. بگو تو امیر رو خور که میری چی که داری با پیش کسی که تیر میشه گپ میزنی؟ من از تو بپرسم امیر. برار جو این گپ من نگفتم. من دعا کو که خدای پاک 100,000 سال دیگه پیار من عمر بده. این گپ به من نزن که پیار تافته سر دیوالیه. گپ زدن خور بپا. من به پیار شما چی گفتم؟ تو همون نمیته میگی گپش ما چی شدی؟ من برار من اختلاط خود اختلاط میکنم. چطور خود اختلاط میکنی؟ همیته خود البته تو دیوونه سرقی که خود اختلاط شاه میکنی. سرقی باشم. من به شما گفتم که پیار شما هفته سر دیواله. همون که تیر شدی گفتی پیار تافته سر دیوالیه برتر تیم تو صدا کردم. خود کی دیگه کینه بغیر از من بمیدی با. نه تو من بگو دیگه کینه بغیر از من. بابا جان من اینا دیگه کسی فهمیدم. بس کی فهمیدی؟ من میفهم کسی کی فهمیدم. برو گپ زدن خور بفهم برو. برو. اختار بخرینی. برو خب برو. حرکت کو. برو. دیگه با پیش که تیر شدی تا گپ نزنی. دعا کنم که خدای پاک به پیار تو 10,000 سال دیگه عمر بده. دیگه ایت نگفته سر دیوالیه. چه نکو برو دیگه. یا تافته سر دیوالیه. خودتو رو. بله. همولی به تو نگفتم ایت گپ نزن. بگو خدای پاک 100 سال دیگه به پیار تو عمر بده. برار جو من ایت میرم.
این دیگه چی رقم آدمه؟ یه هفته و سر دیوالیه تو سعی که پیشی فکر نمیکنی. وای 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 چیکاره برو خیلیته؟ وای 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 چی وای وای داری؟ انگار که خیشته یخه لالا جان. از اینجور گیله براره من اشته تو پاقتا میکنی. بله از اینجور آخی گیله همه والله میشه. یک وای مسلمان وای از وای اونجور وای از اون بعد دستاره خو میشیره. اصلا چی گپ برار جو؟ پیار تو هفته و سر دیوالی تو کارای بیا سی کتو کارا کی؟ کی؟ کارا کی؟ همه که میگم پیار تو هفته و سر دیوالی چلی تو کارا به میکنی؟ کی میگی؟ به کی میگم؟ اگه تو به من میگی که متاسفانه خداوند بیامرزه پیار مفید کردن 10 سال خدا میشه. بیامرزه. خب تو به کی میگی؟ من کی به شما گفتم برار من؟ خب ما لازمی آدم خود گپ زنه به شما میگه. آدم وقتی خود گپ میزنه یک شخصی که میبینه که یک جای شیشته یا راه میره به تا دل خود گپ میزنه که همین شخصی که شیشته از خود نشه که بهش میگه. تو حالا من نمیفهم خود گپ زدی یا به من گفتی می گپه؟ چی گفتم به شما؟ همین که پیار تو هفته و سر دیواله. خب ما به شما نگفتم. به کی گفتی؟ من کسرا تیر به شما میگم هفته سر دیواله پیار تو بعدی میای. چرا بعد شما میای لالا؟ من که بعد من نمارد اگه پیار من هفته و سر دیوال بود اکو نبود 10 سال پیش هفته و سر دیوال بپرید برا بخیر. بفهمیدی؟ حالا کسی که بدگه کسم بگفتی من بعد آمد نفر یکی به گریه شد. خب همسایه ما به گریه شد. چرا به گریه شد؟ چی؟ چرا به گریه شد؟ با پیرک ماما چون چه کار فلان ما گفتم ماما جو به شما نگفتم من. انا گفت قلبا به ما گفتی. خب پیار تو هفته سر دیواله یعنی پیار تو مردنیه. بخی برو من تو اگه بدگه کسی گفتی مقصد تو دیگه کسی خیره باشه من نفهمیدم اشتباه فکر کردم. بخی برو کجا برم؟ برو برای که بیامدی برای که میری برای که می بری عزیز بعد استخر بشیرم. خب بعدا چی تصمیم گرفتی کجا مستی سفر کنی؟ چیه لالا؟ نه به این دختی به پیرک هفته و سر دیوالیه. وای 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 وای. لالا جوی بله پرگیل که خب بالا رو ماما که بالا تو نمیرزم اول. اینا بالا ما کی ماما ریختم؟ گله گل یار هفته و سر دیوالیه تنی و تو سیخو. وای 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 وای. رقم آدم ها پیدا میشه قربان خدای پاکشون چی رقم آدم ها پیدا میشه اینجا نه اول گپ از این معلومه نه آخر گپ از این معلومه نه سر گپ از این معلومه که چی میگه چه کار میکنه. یک دم عدی میگه یک دم از درخته یک دم از دیوال یک دم از در. توبه خدایا بس درخته من عمل بزد تر که پرگل کرد. ماما جان بله سلام علیکم مندلم باشه ماما جان خیریت جانجره ازم میکنی چی میکنی؟ بله پرسانگاه که دارم ماما جان بله من یک چیزی از شما پرسان کنم ماما بفرما باشه مستقل تیر شه برای که اینا نفهمه. خب سکل بسته در نامده ماما. ماما جان ببخشید من دیشب هر شب بام خونه مادر خونه جنجال میکنم بفهمیدیم قال مقال میکنه مادر و من مایم بزنم مادر و بابا میگم تو چرا ایت کارا میکنی تو چرا ایت بیکار میگیری تو چرا ایت ای بر میری اوت میری ایت میری پیار تو هفته و سر دیوالیا انا پیار تو مچم مثل گفتم نه یعنی هفته و سر دیوال چی پیار من میگم نه میگم یعنی ما هفته که بپرید انگار کمی پیار تو هفته و میپره انال 10-15 شو از امروز که لانه ما بگفتم
هر چی ما جانم یه هفته میپره پیار ما نمیپره مثلا نمیمونم چره چرا میخنده این ضرب المثلیه بابا کی؟ ضرب المثلی از قدیم مونده چی گفت؟ از قدیم همین مونده که اگر پیاری داری پیرمرد میشه او کار کردن نمیتونه او 700 دوال گفته میشه امروز هست سبانیه یعنی تو به خوب بفهمی کار کنی زحمت کشی بیاری به خونه و زندگی خوب بفهمی او هفته وینیه یعنی امروز هست پیار تو سبانیه تو به خوب بفهمی آها یعنی شما ایت که میگیم یعنی تا به روز عبد پیار شما زنده نیه ها؟ نیه خیر بینی این پیار که هست یک هفته با بالا سر تو امروز از صبح عجل کار میکنه میموره تو دیگه به کوچه ها نگردی بری نگردی به زندگی خوب بفهمی کار کنی بیاری خرج زنه بچه خور بکنی ماما دستا خود بالا کنین خب آه یک دعایی میکنین آه بالا کنین دستا خود آه دعا کن خدایا تو یک قوی بخور هیچ پیار رست بچه نگی